استاد یگان روزی هست که در اسلام به ماه قپی رفتن جایز نباشد. انتظار شمایم. نه، در شریعتی ما نیست. این در شریعتی یهود ها بود. الله تعالی وقتی که در قرآن نقل کرد، شاید این برادر همون ترجمه قرآن خوندگی که روزی شنبه ماهی نقپید، این نقل است. الله تعالی از گذشتگان نقل کرد. آنها بعد روزی جمعه توری خود را می پرتافتن، شبکه های خود را به آب می پرتافتن، روزی یکشنبه می برداشتن. یعنی روزی شنبه شکار نمی کردن یعنی لیکن روزی جمعه توری خود را می پرتافتن، روزی یکشنبه می برداشتن و الله تعالی آنها را لعنت کرد. اینو گویا الله تعالی را فریب داده نکنن. اما برای مسلمان ها خیلی نیست. الله تعالی برای مسلمان ها هر چیزی که فایده دار است حلال کرد. برای آنها حتی روغن های حیوان ها و گوشت های بعض حیوان های پاک را حرام کرد. چیزی فایده ناک است لیکن حرام کرد. اما به اسلام نه. به مسلمان ها هر چیزی که فایده دارد حلال کرد، هر چیزی که ضرر دارد منع کرد.